دوستان عزیز، اینا اپای زوگرو یک چی گفتنی داره برای مردم مومن مسلمان، مردم تاجیک که همه اپام یک دستگیری میکردیم بسیار خوب میشه. چی گفتنی اپای زوگرو؟ خیلی این مدت 14. سلام علیکم برادران عزیز. من سلام گرم دوشان خودم رو با شما میرسانم. بسیار میخوام که برای همین دو کودک یتیمم بالای سرشان خانه‌دار کنیم. از یتیم خانه و از اینترنت وقتی آوردم جاشون گرم باشه. کسی میتونه برای کمک کردن مسئولیت ساختمانی، شیفر، تخت، اسمی بلاک چیزی که باشد یاردم میکردیم. بسیار نازم میشه. یا که پول یا که مبلغ هم باشد. البته خودم رفته خریداری کرده آوردم خانه را میسازم. خانه کودکان زندگی میکنه، بچه‌م در اینترنت. برای ما باید یک جای زیست زندگی شرایط‌دار باید مهیا کنم. همین را با یک خودم طاقه نشده سر. اگر امکانیت شرایط می داشتین یک یاردم میکردیم. مالکه بیتونی وای ریخته. از نواری اولی که ما نواربرداری کردیم، پیشکش مردم کردیم، چی بهبودی کردیم؟ یا اون کس پیدا شد که شما رو هم یاردم کرده باشه؟ دو سه کس با مبلغ 1000 روبل روسی روی کردن. دیگه همه خیلی ما نمیدونم، ممکن تماشا نکنن یا نبینن. یعنی مردم بی‌طرف هستن. البته بعد کسل خستن، بعد کرونا بخواد شکرانه خدا خسته بود جای کار اومدیم کار کردیم. اگر یاردم میکردن یک حاضر شما از حساب خودتون یا که از حساب همین مردمی که ما نوار موندیم فوندامنتی خونتون رو ریختیم، بیتون رو آوردیم، سیم بلاک داریم، مقصد دیوار چینده ایستاده این؟ ایرا حسابی فقط چند قدر که ایلی که ماندگی بعد کودکو دیگه شب با یاردم خیش تبارو کردیم. همه خیلی با فکر میمون بالاش ناپوشانده میمونه. شما امروز یعنی مراجعت کردن این که شما را دستگیری کنن که طور خونتون هم با پورگی پوشونین؟ طور خونه را پوشونین. تقریبا چند پول میشه؟ یکی همه نمیدونم. همگی بیتانی ریختگی ما 16.5 متر خانه و آشخانه و حاجت خانه و حمام و همه امیورا بولشون مایده چه گرچندی خیلی در کار مبلغ در کار تمام کنیم. این شما امروز مراجعت کردن این که شما را کمک کنن، کسی میتواند پولی، کسی میتواند شفر بیاره، تخته بیاره؟ این خیلی هم بهتر، آوردگی چون بهترین میشه. خیلی هم خودم رفته البته